بگی پا چیه که پا گریه میکنه دل و خون شو مادر من میلا کرده شو کرده مادر تو شو کرده؟ بابا گفت اگه من شو کنم تو ایلا نمیدو نه بابا حالا شو کرده امو حالا که پیار من نیه من قبول نکردم اون مرتکا آها پیار تو شوار مادر تو شوار کرده مرتکه گفته من تو رو نمایم انال میرون و برون با کجا زندگی کنم کیما مایه خوله مایه اما مایه راست میگی که پا تو ریش کی نمایه تو به تا کوچه میمینی یا من گرم بری به زیارتا بری یا بری به ماچتا بری با بیلا گیپک مادر تو دیگه پیشکشی بوده دیگه نگفته پیار تو همون پیار اندر تو نگفته که تو بیا بریم نریم با کجا برفتن ما خودی مادر خوب رفتم ما بدر که نه بابا که برو تو رو نمامد گیپک راست میگی گیپک اگه مادرم یک وقت خدایی نکرده خاک به زبون تو اف کوسیا به دور خاک به زبون تو مادرم شیاور کنم مر نمایم نه دیگه نه بابا حالی گیلک تو نمیتونی ما ببریم سر خود که چکار تو جمع کنی به خدا برار ما شب نگه باشیم مشکلیت کنم سه کنم چی میگم انال خرابه که تو کار کردم نمیتونیم بری سر زمینام خرج خود پیدا کنی اگر رخت لباسی خرج چیزی نمیایی مشکل نداره برای به تو جمع میکنم برار جمعه یاد دارم میرم یک جوری آینک دیدی میخرم تو به چیشات میگم تو واسه سرک استاد میکنم میگم برادر یک خیرات وزیوت بیکوره میشه؟ بله ها میشه دیگه مچو منتاد ما باشه برم بگم سه کنم نانیم خو از تو رو میپیشه برار نانیم از تو رو بپیشه تو به کجا میگی بازم میرم میگم نانه رو نپیشه گای میگم نانه یه به جمع پیار شمانه باشه تو میگم میشینی دیگه زودتر خبر بیاری دیگه خوبه همینجی بشی گریه کن خود دل خود خلاص کن اگه مادر مدیدیم به جایی اول سلام بگیم دیم دعای اگه مادر مگو کی پاگشته شده بگه بمیت بریک شده مثل کای Yelila istedi gönderiyor yarası xeyriyatı gönderiyor. جوره تو کامل تیار بودی چه کار شد تو برق گیری پیکدم Bel be شد. خاطر چی Konuş beni تو. خود سویر بریم چه کار شده گیپگه اولی به سر میگن نماشیش که میدونم زنده درختا سایه گریه میکنه میگه مادرم باشه چوب کنم گریه میکنه میگه مادرم عروس شده شو کردن مر پیار من نبرده پیار اندرمه انا رو اونجا گریه میکرد دل من میته بزی بیسو خیت که چی بگم حالا ما چه کار کنم من که بیام اینجا لیلا آخر بشار کردیم خود من یه عقل کردم گفتم چه کار شد کو اینجا پرتوه من چی رابطه داره که پرتوه خوشه کنه لیلا گناه داره هر خدا میشه آخه من از این میگم اون مادر از این شو کرده خوب خاکی که شو کرده برفته سرنوشت زندگی خود پیدا کرده همه بیچاره رو ببرک جمع کو گناه داره ایلک
تو خیلی دلسوزی. اگه خیلی دلسوزی بردار برو جمع کن. کاکا جان مادرش شو کرده چرا بچه خود خونه نبرده به ما چی ربطی داره؟ من که ترکش پول مالو نیم که برو خسور بیرا جمع کنم. و یک وقت مادر تو شو کنم طور میبره؟ نه ما خو کلونو اون خو باید میبرد دیگه. خوب مگفته مرتکه گفت شاید گفته باشی خرجی زیدی. برار خوربه گردم دلسوزی بیت آدمو نکو برو با خود دلسوزی کو. تو با کار مردم چی کردی؟ گناه داره. خب من بگم اگه گناه داره رو ببر جمع کو. براریه به تو. البته تو فلاجی. من اصلا کار ندارم. من با خسور بیرا چی کار دارم کاکا خوربه گردم. من با خسور بیرا چی کار دارم که برم جمع کنم. من که با بلا نفتادم که خواره رسوندم افتادم که برم براری رم جمع کنم. خواره که نیلی لا 20 ساله بخونی شما. خب 100 سال باشه. من مغز جنجال دارم که یاد من خسور بیرا و خوشو و احمد و معبود نمیآید. خوشو من باشون خونه خب میشیش بچه کار جمع میکرد. کاکا جان من چرا برم با چی جمع کنم؟ خاطر میگم چیز گناه داره دیگه تو چیزی تو هم گناه داری نداری؟ نیلیلا یک وقتی اگه مادر من بره شور کنه میگی منم گله میده ها دیگه تو مرتکه ما چکار کنه؟ ایتا لداره بیوسیری چکار میکنه؟ تو عمالا چکو که برابر دیار کردی گیلک یک وقت برار خوبه کردم نگذاری که مادر تو برای شور کنه که مگه تا هم بستوزی و میته 20 سرنویش برگردی نه با خدا 20,000 مرتکه بده اگه لنگ عروض کنم 20,000 که خیلیه کمتر بگو برو 15 هم خیلیه هم مادر تو را فکر کنه به 2,000 کسی نباست به خرج خو میمونه گیپا چرا گریه میکنی؟ شما خبر نداره از چی؟ امون کشو کنم خبر دارم گفته میگو شما بچم نمیگونه چرا البته تو قبول نکرد نه نه مادر پیش تو آدم نافهمید استونده که تو قبول نکرده آخه بچو حالا تو چه کار میکنی؟ آره میگو شما به قبول نمیکنه گیپک آخه قرار شد که تو هم خودی خوب برو پیرن در تو گفته بود من گیپک رم مایم با چه کار شد؟ دفعه چطی و بگشته به قومای گفتم این می چه کار نیارگی این با خوری زفی بیاری به خونه ماما جان شما بیگونه نی شما شو خالی بره ما ببریم جمع کنه برابر شما مال کار میکنم خود چرا نمیری به خونه خواهر خونه میری؟ برابر دومات خونی رولا نمیری کار نمیکنی برو به خونه خواهر خب برو آخه دومادی داری من چون دگرنی پیش نیرولا نرفتم خب برو آقا قولیه در نیرولا و خواهرتونه که تو جمع کنن با یک دیگه گیپک جو هم تو خود مادر خو میامدی به خونه ما میمونی تو دمه که میرفتیم ما دست تو به چاخ و نون خور به خونه قطه میدادم به دهن خو میکردم تو خودی به چام کی میسازی 24 ساعت مگر جنگ کنی من یک دنقصه به سر منی گیپک جو خود میمدم مشکلات دارم که نمیرسم به تو که تو جمع کنم حالا جمع نمیکنه نه برو به خونه خواهر خو برو اصلا مادر تو چرا تو ریالک آدمه که بدید که تو نمایه و نفر او هم او اصلا عالم چی بگم دیگه تو اول مگر تی میکن خودی از اون نفر که بچی من 100% مثل بشی حالا تی نکنه چیکار کنم دیگه گیپک دیگه میتونی با خیرت باشه ایچی مادر من عروسی که خب میفهم خبر دارم تو چرا گریه میکنی خوب خب من شوی را گفتم تو بارخوری زفی تو با کجا بیارم بسرا خود نه یعنی پیارنده تو گفت تو بارخور اضافی یه گیپک مثل خواهد شوخی که دارم میته چه افتاد که گیپک کردم گفتم من گیپک جمع میکنم خیره باشه نی همون چیز خوار اینا گفته با خور اضافی به چی کار میاری؟ نه یعنی تو رانه داد دیگه اوله عباس من بگو من جمع نمیکنی من به تو جمع کنم بله اولا که خیلی کار اشتباهی گیپک سر اون دب بگفته سر مجلس بگفته که من گیپک جمع میکنم
حالا که تو ویدیو که دیگه ما باور نمیکنم. تو میگی مر جمع نمیکنی، ما خودم اون خانواده اضافه با ما گوشنگی لباس بینیم و تو ما چیکار خود جمع کنیم ما. خب من برو بخونه دومات خوب برو بخونه گامخش خدا دیگه خودت کنیه. خب من خودتو کار میکنم چه کار بشه؟ خب میگم اون خانواده من اضافم که تو چی بیای تو هم بری خودی ما کار کنی. با تو کجا کار میتونی؟ بیل زده میتونی؟ نه. ایودری کرده میتونی؟ نه. با اشته شدی پیارنده تو یک پیری چیزی تو چقدر نداری و سند نداری وزن نداری گفته ما جمع نمیکنم. یار آدم نامردی بوده تو سعی که تو اشته دنیایی شده با کاش که کلونی باشه جوانی باشه که بگه بره خوب کار کرده میتونه کار کنه میر نمایم. خب خیر اگه کجا دیگه ما تو گفتم که ما اون خونه اضافه نمیتونه جمع کنم. بخشش باشه دیگه. خدا آلی جمع نمیکنی نه؟ نه دیگه برو تو گفتم برو بخیر بری. برو چرخ پیش تو مات برو پناه با خود برکن تو ماست باشه. میره کاشت ماست باشن دیگه. برو. تو سعی کن یاره با کجا بره؟ بیلا اشته مردای پیدا شدم اشته کارایی میکنم.